مرزه دل بازماندگان چقدر خوش میشه، خدا رحمتش بکنه، دلش چقدر خوش میشه. اعظم الله اجرکم. به خودمون داریم میگیم، به خودمون داریم تسلیت میگیم. و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. بارک الله فیکم. از حضور همه عزیزان، چه از راه دور چه داخل استان چه غیر از من مولوی عبدالرؤوف رو دیدم تو مسجد، خیلی خوشحال شدم. انسان‌های با برکت. بالاخره ما تشییع جنازه شیخ الحدیث رفتیم، خدا رحمتش بکنه. 200,000 نفر جمعیت آمده بودن، علما و دعوتگران و انسان‌های مخلص. وقتی که به رحمت خدا میرن دوباره مردم جمع میشن، همونجا هم ملاقات صورت میگیره، هم تعهد، هم بیعت، هم تذکر. تشییع جنازه میره برمیگرده با کوله‌باری از ایمان، دیدار دوستان، برکتن. واقعا مرگشون هم تحوله. انسان‌هایی که خدایی هستن مرگشون هم تحوله. اعظم الله